سلام دوستان عزیز. دوستان، یه طلسم بسیار قوی جهت باطن سحر دقت کنین که این طلسم خیلی خیلی قوی می باشد و من از این بالا میگیرم که شما دونه دونه نوشته ها رو بدونین چه شکلیه. همراه خود نگه می‌دارین اینو با قلم روان‌نویس سیاه. روز دوشنبه و چهارشنبه می‌نویسیم. بخورم که ذکر کندور می‌خرین. ساعت گمر باشه نوشتن این. انشالله که نتیجه بگیرین. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.